جامی در حیات علمی و ادبی آن دور از بزرگترین سیماها و در آسمان تیره و تار فیادلی یکی از ستاره های تابان شد. میرزا ترسونزاده. جامی در عصر خودش بسیار مشهور بوده. شاید کمتر شاعر فارسی زبان به اندازه جامی در زمان خود معظم و محترم بوده باشد. سعید نفیسی. هرات. شهر هرات در عصرهای میانه چون دیگر شهرهای کشور ایران زمین یکی از مرکزهای تمدن مشرق به شمار می رفت. ولی هرات خاصه بر اثر جنگهای میان خاندان تیموریان بارها خراب شده و باز دوباره عمر تازه یافته است. نیمه قرن 15 دوره تشکل و آبادی تازه این شهر بود. مولانا عبدالرحمن جامی سال 1414 در دهه خرجورد ولایت جام به دنیا آمد. در سن 12 سالگی خاندان آنها به هرات می کوچد و عبدالرحمن جوان در مدرسه های هرات تحصیل می کند. جامی در این دوره از استادان بزرگ علم و فرهنگ هرات خواجه علی سمرقندی و شهاب الدین محمد جاجرمی علم آموخته است. به طفیل ذهن قوی و استعداد بلند داشتنش جامی به زودی همدرسان و استادانش را در حیرت می‌گذارد. در همین ایام در شهر دیگری کشور سمرقند عالمان بسیار جمع آمده آن را به مرکز علمهای دقیق تبدیل داده بودند. عبدالرحمن جامی سال 1436 به سمرقند می آید و در مدرسه اولوغبک تحصیل را ادامه می بخشد. با کمک و مدد عالم نامدار زمان قاضی زاده رومی، جامی علمهای نجوم، ریاضیات، حساب و چند دیگر را از بر می کند و در قطار معروفترین عالمان زمان خود جای می گیرد. قاضی زاده رومی به شاگردش بها داده می گوید تا بینای سمرقند است، هرگز به جودت طبع و قوت تصرف این جوان جامی کس از آب آمویه بدین جانب عبور نکرده. قصه می کنند 5 نفر طالب علم بود که پیشاهنگشان عبدالرحمن جامی به حساب می رفت. این 5 گانه به مدرسی مذکور چنان غلبه کردند که او مسئله را که موافق فکر خود باشد حل نکرده در بیشترین مسئله ها به قبول کردن فکر این شاگردان خود مجبور شده است. مولانا آخر به فکر آمده است که خود را بیمار نشان داده و 40 روز از درسگویی باز ایستد و در این میان در بالای آن کتابی که به آنها از وی درس میداد پخته کار کند. ولی شاگردان سبب کسلی استاد را پای بردند و قرار دادند که هر روز یک نفرشان معلم شوند و آموزش را دوام دهند. نهایت روز 40 به شاگردان خبر می دهند که استاد از بستر بیماری خسته است و امروز درس می گوید. آنها به درس حاضر شدند. مولانا به شرح یک مسئله مرکب سر کرد. شاگردان پیش از استاد جواب دادند. مولانا حیران شد و گفت: عزیزانم، من بیمار نبودم، مطالعه کردم تا به شما درس بگویم. دیر نگذشته جامی به هرات برمیگردد و بیشتری وقت خود را با آموزش علم و مطالعه کتاب می بخشد. غزلیات رنگین و دلاشوب، داستانهای عرفانی و فلسفیش در ادبیات ما موقع خاصه دارد. اینها بهارستان، سلسلت الذهب، سلامان و ابسال و یوسف و زلیخا و قله بلندترین ایجادیات جامی خردنامه اسکندری می باشد. سبب نوشته شدن خردنامه اسکندری از طرف عبدالرحمن جامی در آن است که
وای در یک زمان زندگی کرده بود که مملکت از جور و ظلم حاکمان ترک به خرابزار تبدیل یافته بود. جامعه شناس پروفسور اعلاخان افسرزاد یک شخص عدالت پرور، یک شخص نسبت به خلق نکوخواه، نسبت به مردم نفرزان بود، میخواست که مملکت را از همه خرابزار نجات دهد. وای در اول ایجادات خودش وقتی که درباره عدالت گپ میزند حتما میگوید که پادشاه باید عدالت خواه باشد، با عدالت باشد، انصاف داشته باشد و برای همین وجه اسکندر جامی مرد فاضل و عاقل است. هنگامی که پدرش فیلیپ وفات می کند مثل دیگر شاهزادگان برای منصب تلاش نمی ورزد. او می گوید که پادشاهی نباید میراثی باشد. هر کسی که خردمند و به معرفت باشد به این منصب سزاوار است. داستان یوسف و زلیخا یکی از اثرهایی است که جامی در رویه تصوف ایجاد کرده است. الو تاراج تو هوش و قرار پریشان کرده تو روزگارم، غمم دادی و غم خواری نکردی، دلم بردی و دلداری نکردی. نمی گویم که در چشمت عزیزم، نه آخر مرد تو را کمتر کنیزم. مبادا کس به خون آغشته چون من، میان خلق رسوا گشته چون من. دلی مادر ز بد پیوندیم تن، پدر را آید از فرزندیم ننگ. پرستاران مرا پدرود کردند، به تنهاییم غم فرسود کردند. زدی آتش به جان چون من خسی را، نسوزد کس بد انسان بی کسی را. ساقی بیا که دارند اکنون به کف پیاله، بر طرف باغ نرگس بر روی دشت لاله. از جام لاله میگون گشته است غنچه را لب، یا خود به زخم دندان در خون گرفت ژاله. هر دم ز دفتری گل خواند به باغ بلبل، حرفی که شهر دادن نتوان به صد رساله. با دختری رز از سر بستیم تازه عقد، محصول عقل و دانش کردیم در قباله. کنگور تاج تو چو اره کشید، از جهان بیخ عافیت ببرید. خلقی از تاب مهر بی سایه، با صد افسردگی در آن سایه. تو نهاده به تخت پشتی فراغ، میوه عیش میخوری زین باغ. مانده در باغ ظلم بیوزنان، مستر از دست تو میوه چینان. چشم بگشا چو عاقبت بینان، بنگر ز حال زار مسکینان. توف بر این خسروی و شاهی ما، توف بر این زشتی و تباهی ما. شرمی ما باد از این جهانداری، شرمی ما باد از این جهان خواری. کمال عینی نامزد علمی فیلولوژیا. اثبات بزرگواری جامی در اون است که ما باید تمام آثار اون را برای مطالعه مردم گذاشته باشیم. ولی تا حال ده ها اثرهای جامی هست که هنوز نام اون را مردم ما نشنیده است. از بس که این آثار
آثار تصوفی و روحانی است و برای اینکه اونها را ما تحقیق کنیم باید متون انتقادی اون را تهیه کنیم. از روزگار این مرد بزرگ قریب 6 قرن گذشت. اثرهای مولانا جامی به زبانهای گوناگون دنیا ترجمه و نشر شده‌اند. خلق تاجیک با نام فرزند برومند خود افتخار دارد. سال 1964 جشن 550 سالگی و سال 1989 575 سالگی این متفکر با تنتنه قید کرده شد. به دوشنبه از مملکت‌های ایران، افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای خارجی میهمانان آمده در زادروز عبدالرحمن جامی شرکت ورزیدند. در جمهوری ما با نام این نابغه دوران خیابان و گلگشت‌ها، مکتب و کینوتئاتر گذاشته شده است. در مکتب و دانشگاه ها اثرهای مولانا جامی را می آموزند. عبدالنبی ستارов، دکتر علم فیلولوژیا، پروفسور. خیلی زیاد هستند. بیاید اگر نامبر میکنیم اونا کدام منبع ها هستند. این کتاب هایی که به واسطه درباره خود جامی نوشته شده و اون را کسانی نوشتند که به همراه استاد عبدالرحمن جامی سالهای طولانی زندگی کردند. مثلا یک کتاب است مقامات حضرت مولوی عبدالرحمن جامی. مؤلف این کتاب کمال‌الدین عبدالواسع است و زیاده از 30 سال همراهش همکاری کرده است. همین مشاهده های خودش، ملاحظه های خودش، اون چیزی که به چشم سرش دیده است، همین چیزها رو روی کاغذ آورده است. شخصیت جامع، فعالیت جامع به صفت شاعر، به صفت عالم، به صفت عارف در روش بسیار پررنگ عکس یافته است. این یک است. یک کتاب دیگری هست با نام رشحات. این هم کتاب خاطراتی است، از جمله اثرات خاطراتی است و مخصوص از جمله درباره عبدالرحمن جامی است و مؤلفش علی صفی است. او هم از جمله شاگردان عبدالرحمن جامی بود. یک اثر دیگری هم است که این اثر به قلم شاگرد دیگری استاد عبدالرحمن جامی در آثار ساحرانه تکامل 500 ساله ادبیات گذشته را جمع‌بست می‌کند. از روی آثار جامی می‌توان گفت که در قرن 15 از میراث گذشته چی چیز باقی مانده و چی چیز از بین رفته بوده است. برترس. ای مهی خرگه نشین، از رخ برافکن پرده را، شاد کن آخر گه دلهای غم پرورده را. گر به گورستان مشتاقان سواره بگذری، جان دهد در تن صدای سم اسبت مرده را. جان به لب آوردیم، لب بر لبم نه یک نفس، تا به تو بسپارم این جانی به لب آورده را. شربتی هجران چشیدم، فکر جان کندن چی سود، چون امیدی زیست باشد زهر قاتل خورده را. بی طلب نتوان وصالت یافت، آره کی دهد دولتی حج دست جز رنجی بیابان برده را. گر به خون غلطم چی باک او را که طفلی خورد سال رفت